پس از گفتگوهای طولانی و ماها انتظار، بالاخره توافقنامه صلح میان حکومت افغانستان و حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار امضا شد. الله اکبر، الله اکبر. پیر سید احمد گیلانی رئیس شورای عالی صلح روز پنجشنبه پس از امضای این توافقنامه گفت امضای توافقنامه صلح میان حکومت افغانستان و حزب اسلامی به خاطر تامین صلح و ثبات در این کشور یک اقدام نیک است. این یک حقیقت مسلم است. جنگ جزء و ایرانی ارمغان دیگر ندارد. بران من بار دیگر از همه مخالفین میخواهم که حزب اسلامی افغانستان را نمونه قرار داده و تلاش نمایند تا از راه صلح و مفاهمه و هدف خود نائل آیند. از سوی هم امین کریم نماینده حزب اسلامی در این مراسم امضای توافقنامه صلح میان حزب اسلامی و حکومت افغانستان را یک موفقیت بزرگ خوانده گفت این کار مقدمه برای تامین صلح سراسری در این کشور است. آقای کریم همچنان گفت حزب اسلامی هدف ائتلاف و تقابل با کسی را ندارد و هیچ کس را دشمن خطاب نمی کند. حزب اسلامی افغانستان با هیچ جنایی در ائتلاف نیامده و بر ضد هیچ جنایی در داخل کشور نیامده و اطمینان همه داشته باشه که دوستی و برادری ما بر اساس ارزش ها است. دفاع از حق و قانون و از عدالت هر کسی که میکنه با ما همصف و برادر خواهد بود و هر کسی از هر صفی که بر ضد حقیقت، بر ضد حق و تعدی به حق میکنه و بر مردم و ملت و بیت المال ظلم میکنه در مقابل ما هست و مخالف ما است. امین کریم همچنان گفت هدف حزب اسلامی رسیدن به یک صلح دائمی و عادلانه در این کشور است. در همین حال محمد حنیف اتمر مشاور امنیت ملی افغانستان که در این نشست حضور داشت گفت در این توافقنامه گفته شده که دستاوردهای مردم افغانستان در عرصه استقلال، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی در هر شرایط باید در نظر گرفته شود. آقای اتمر اصولی را که در توافقنامه صلح ذکر شده چنین بیان کرد که این موافقتنامه بر اساس احکام و اعتقادات دین مبین اسلام باید بنا بیافت. چنین شده 2 ماده این موافقتنامه در آغاز این مسئله را تصریح میکنم. دوم، مردم ما میخواستن که هر دو طرف به قانون اساسی کشور پابند باشند. در این موافقتنامه هر دو طرف در تمام ابعاد صلح خود مکلف به رعایت قانون اساسی کشور میدان. سوم، هر دو طرف باید متحد باشند که به حقوق و آزادی‌های مردم ما هم از زن و مرد و هم از تمام اقوام کشور ما با صداقت پابند باشند. هر دو طرف در این موافقتنامه امضا کردند. آقای اتمر همچنان گفت که در این موافقتنامه حکومت افغانستان نیز مسئولیت‌هایی دارد که پس از امضای آن باید آن را عملی نماید.